چاپار نیوز، اول مهر 1403 تهران. تشدید جلز و ولز بین‌المللی به دنبال ترکیدن ابراهیم عقیل در حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت. احمد مساعده سفیر اردن در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از کاندیداهای سمت دبیرکل اتحادیه مدیترانه معرفی شد. این آقا که بسیار آدم با شخصیتی است و قبلا هم در سالهای 2010 تا 2011 دبیرکل اتحادیه کشورهای مدیترانه بود، به عنوان کاندیدای این سمت معرفی شد. به گزارش خبرگزاری تتلینگ، تقویت اتحادیه مدیترانه با هدف زدن یک اردنگی محکم دیگر به حزب الله لبنان و شیخ حسن نصرالله انجام گرفته است. نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا معروف به فارک مدعی خون ابراهیم عقیل شدند. رهبر گروه فارک رودریگو لندونو آچواری معروف به تیموچنکو که به اسم انقلابیگری در زمینه‌های مختلف آدمربایی و قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌کند، از دوستان صمیمی هوگو شاوز رئیس جمهور اسبق ونزوئلا بود که نهایتاً به واسطه مادر شاوز با ششمین رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران محمود احمدی نژاد بوتاکسی هم دوستان صمیمی شدند. کشته شدن ابراهیم عقیل که تحت نظر کارتل‌های مواد مخدر کلمبیایی علاوه بر انجام پولشویی یکی از مهره‌های اصلی شبکه‌های مافیای ساخت و توزیع مواد مخدر حزب الله لبنان در خاورمیانه و اوکراین بود، آتش بدی به خشتک فارک و تبهکاران کلمبیایی انداخته است. دولت موریتانی قوانین ضد تروریسم خود را تقویت می‌کند. با توجه به احتمال شدت گرفتن شرورت‌های خلافکارهای موریتانیایی که قصد راه انداختن شر در منطقه را دارند، دولت موریتانیایی نسبت به تشدید قوانین ضد تروریسم خود اقدام کرد. خلافکاران موریتانیایی که در کنار حوثی‌های یمن به دزدی‌های دریایی و خلاف‌های دیگر می‌پردازند، همه زیر نظر رژیم تبهکار جمهوری اسلامی اداره می‌شوند. مصر اجازه ورود کاروان بین‌المللی به غزه را صادر کرد. مصر که پیش از این از همکاری در سر و سامان دادن ساکنین غزه سر باز زده بود و تمام مسئولیت‌ها را بر عهده اسرائیل انداخته بود، بالاخره زرد کرد و نسبت به ارسال نیروهای لازم جهت جمع و جور کردن مردم غزه اقدام نمود. چاپار نیوز، اول مهر 1403 تهران.